درود بر شما. طاهری سفر هستم با اخبار امروز پنجشنبه 4 فوریه. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان طرح اصلاحات به قانون اساسی را موافق به طلبات‌های قانونی دانست که این اصلاحات اجازه می‌دهد فرزند رئیس جمهور امامعلی رحمان در انتخابات سال 2020 نامزدیش را به مقام پرزیدنت پیشبری کند. دادگاه کنستیتوسیونی روز 4 فوریه با نشر بیانیه گفت اصلاحات به سرقانون بر روند دموکراتیک کنانی و ادامه اصلاحات سیاسی و اجتماعی در تاجیکستان موافقت می‌کند و مخالف ارزش‌های کنستیتوسیون نیست. در صورت اصلاح قانون اساسی که باید از طریق رای‌پرسی قبول شود، رستم امامعلی پسر رئیس جمهور امامعلی رحمان در سن 33 سالگی می‌تواند نامزدیش را به مقام رئیس جمهوری پیشبری کند. کنستیتوسیون فعلی تنها به شخصان از 35 سال بالا اجازه شرکت در انتخابات پرزیدنتی را می‌دهد، ولی سال 2020 رستم امامعلی 33 ساله می‌شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفت از بس که روسیه به چند سال آنها درباره ثبت نام تلویزیون روسیه امروز یا روسیه سیودنیا جواب نگفته است، جریان ثبت نام این تلویزیون به تأخیر افتاد. سیراج‌الدین اسلوف روز 4 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت مسئله ثبت نام روسیه سیودنیا هنوز هم بررسی می شود. کار برده ایستاده ایم البته به جانب روسیه منتظم از ما طلب می‌کند، لیکن اون سوال‌هایی که از جانب ما با این رشد شده بود تا حال ما گوییم که جواب با بعضی شبهه‌های خود جواب نگرفتیم و برای همین پروسس دوام دارد. معلوم می شود که شاید در روزهای نزدیک یا ماه‌های نزدیک معلوم می شود حل مسئله. روسیه امروز یکی از تلویزیون‌های بزرگترین روسیه ماه دکبر سال گذشته گروه بزرگ کارمندانش در تاجیکستان را اختصار کرد. دفتر تلویزیون را سال 2014 در دوشنبه باز کردند، اما به دلیل ثبت نام نشدنش در وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روسیه امروز نتوانست رسما به کار آغاز کند. مقامات رسمی میگویند در رابطه با بنیاد ساختمان راه آهنی که ترکمنستان را از طریق افغانستان به تاجیکستان وصل میکند بعضی از اختلافات نظر باقی مانده است. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات روز 3 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت ترکمنستان به ساختمان راه بیشتر از 500 کیلومتری پافشاری دارد، اما تاجیکستان میخواهد طرح راهی کوتاه‌تر و 160 کیلومتری قبول شود. با گفته وزیر تاجیک، حکومت ترکمنستان عین زمان طرح سازشنامه درباره این راه را می‌آموزد و در صورت رضایت سران تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان آن را امضا می‌کنند. راه آهنی مذکور که بنیادش سال 2013 شروع شد در صورت تکمیل شدن پایبندی تاجیکستان بر راه‌های ترانزیتی آهن ازبکستان را کمتر می‌کند، ولی از سوی دیگر ناامنی در افغانستان اجرای طرح مذکور را دشوار کرده است. مقامات ولایت ختلان میگویند زیاد شدن سرشمار مارخور در ولایت به آنها امکان داد صدور اجازه‌نامه برای شکار این جانور نادر را بیشتر کنند. در ریاست حفظ محیط زیست ولایت روز 4 فوریه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند سالهای گذشته در ولایت 3 اجازه‌نامه برای شکار مارخور و یا بز پرمشاخ صادر می‌شد، اما امسال 5 اجازه‌نامه داده می شود که قیمت هر یک آن $40,000 است. در جنگلزارهای دشت جومی ناحیه شوراباد در ختلان سرشمار مارخورها که در ورطه نابودی قرار داشتند در 12 سال اخیر از 300 تا به 1400 رسیده است. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.